سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. در این آموزش میخوایم محاسبه حجم عملیات خاکی بین دو سطح رو مورد بررسی قرار بدیم. این پروژه مسیر یک رودخونه هست که اومده لایروبی شده و میخوایم حساب بکنیم که چه حجمی از اون مواد و مسائل لایروبی شده. قبل از اینکه ما بحث نرم افزاری رو شروع بکنیم یه مروری میکنیم به عملیات میدانی. این رودخونه با توجه به اینکه یک پروژه طولی هست، یک شکل به صورت طول هست، ما میایم از پیمایش باز استفاده میکنیم. نقاطی رو طبق اون قراردادمون به عنوان نقاط شبکه روی زمین انتخاب میکنیم. نقاطی که به هم دید داشته باشن، بعد بتونیم از اون نقاط استفاده کنیم برای ایستگاه گذاری. اونها رو میایم محلش رو میکنیم با توجه به ابعادی که در پروژه ذکر شده و با استفاده از مصالح سیمان و میلگرد و حالا اون سنگریزه ها اونها رو درست میکنیم. نقاط مستحکمی درست میکنیم که بعد از اینکه ماشینالات ساختمانی اومدن اونجا، بیل مکانیکی و کامیون و اینجور چیزها اومدن، اون نقاط ما خراب نشن. بعد میایم با جی پی اس دو فرکانس، جی پی اس دقیق، مختصاتمون رو ایکس و ایگرگ بهشون میدیم و با ترازیابی دقیق هم بهش یک زد میدیم تا بتونیم نقشه برداری درست و صحیحی رو ما اجرا بکنیم. ما دو تا فایل نقطه برداشتی خواهیم داشت، یکی قبل از انجام عملیات برداشت که بهش اصطلاحاً اولیه میگیم و یکی بعد از عملیات لایروبی که بهش اصطلاحاً فایل نقاط ثانویه میگیم. ما اینها رو وقتی که وارد کردیم میایم دو تا سطح اینجا میزنیم. به به چه منحنی های زیبایی، نشون میده که یک کار درست هست. بعد میایم وسطش یا خط پروژه بهش تعریف میکنیم، یه پروفیل میزنیم، پروفیل طولی که میاد خط این بالاییه قبل از لایروبی بوده و پایینیه سطح آکسمون، ارتفاع آکسمون بعد از لایروبی. به همین صورت پیش میره. هرچه نقشه برداری میدانیمون دقیق تر و اصولی تر باشه، ویرایش های نرم افزاری که ما کمتر خواهد بود. بعد از اینکه ما پروفیل طولیمون رو زدیم میایم مقاطع ارزیمون رو میزنیم. به این صورت این خط بالایی باز قبل از لایروبی بوده و این بعد از لایروبی که میاد به ما سطح کات رو میده. این قرمز فیله. میدونید چرا فیل شده؟ زمانی که این بیله میاد حرکت میکنه یه مقدار خاک به این اطراف ریخته میشه، یعنی ناگزیر اینجاها یه خورده میاد بالاتر و این به این معنی نیست که اینجا اومده خاک ریزی شده، یه خورده از این خاک ریخته اونجا، حالا ما اونها رو ندید میگیریم. به این صورت میاد ایجاد میشه. اینجاها باز فکر میکنم هرچه ویرایشمون درست تر باشه، این سطوح اینجا احتمالا نیاز به ویرایش داره. این قرمزها کمتر خواهند شد. حالا ما اینها رو انجام میدیم. بعد از اینکه ما اومدیم مقاطع ارزیمون رو زدیم، نرم افزار خودش به ما یه جدول میده که من اینجا کار قبلیم انجام ندادم، اما بعد از این ما نیاز به یک جدول اکسل هم داریم که اونجا میاد سطح فیل، سطح کات رو به ما میده، بعد میاد حجم اون دو تا سطح رو به ما میده و در آخر میاد حجم تجمعی رو به ما میده که ما متوجه میشیم که چه مقدار مواد و مساله اینجا لایروبی شدن. خب ویدیو بعدی آموزش نرم افزاری هست، با ما همراه باشید.